هیچ وقت تلفن شوهرت رو نکو. اگر تیار نیستی با دیدن اون چیزی که تو میکوبی در تلفن شوهر، البته که در اونجا اون چیزایی که تو نمیخواهی پیدا میکنی و این تنها عصبی تو رو ویران میکند، عصبی تو رو خراب میکند، مصیبت های شما رو سرتر میکند، به خود بهادگی تو تاثیر منفی میرساند و در عائله شما جنگ و جنجال ها خیلی زیاد میشن. بهترش به جای این بالای مصیبت ها کار کنید و فکر کنید که چی کار میتوانید کرده تا عشق و محبت باوری دوباره در عائله شما برگردد و باشد. اگر خودت به تنهایی این مسئله رو حل کرده نمیتوانی، پس حتما به متخصص باید که مراجعت کنی، برای که خیانت و اون چیزهایی که ما باور نداشتیم که میبینیم وقتی که ما دچار میشویم خیلی به روح و روان ما تاثیر منفی خودشون رو میرسونن و در تنهایی واقعا مشکل است. اگر به کمک متخصص نیاز داری، حتما در لیچکه یا زیر این ویدیو بنویس. من با تو.